با یه سلام و احوال پرسی جانانه میریم سراغ موشکافی امشب. این شیخ پری بخت برگشته که پارسال این موقع ها چپ و راست قیف می اومد و هی دست کلیدشو به رخ میکشید، حالا امسال افتاده تو اتوبان بد بیاری. اون از سفر نیویورک و سخنرانیش تو دانشگاه، اینم از مصاحبه تلویزیونیش که هم داد نوچه های باندشو در آورده، هم دلواپسای نظام انداخته به جونش. یکی از موارد قابل توجه در سخنان رئیس جمهوری این بود که مباحث توسعه سیاسی، اجتماعی و مشکلات سیاسی و اجتماعی بحث‌هایی نیستند که با صحبت نکردن در مورد آنها بتوان از کنارشان عبور کرد و شاهد محو شدنشان بود. باید پذیرفت که معضلات سیاسی در کشور وجود دارد. کارنامه بررسی آنها در ایران نیز چندان درخشان نیست. امیدوار هستیم ایشان در سخنرانی‌های بعدی مقداری به مشکلات واقعی جامعه بپردازد و پاسخگوی این پرسش باشند که آقای روحانی باید با مشکلات سیاسی و اجتماعی چه کنیم؟ بفرما. شیخ پری این پس کردنی رو از همباندیاش دریافت کرد. میگن چی شد پس اون اعتداله؟ چرا اینقدر زیر عبای ولایت سینه میزنی؟ تو قرار بود زهر رو به حلقوم خامنه بریزی، نه اینکه جماعت کوسه رو خونه جیگر کنی. از اون طرف دلواپسا هم جای اینکه واسه شیخ پری سوت و کف بزنن هوش میکنن و میگن بابا آمارسازیات بیشتر یه شوخیه و باید فقط بهش خندید. تناقض آمار دولتی در زمینه اشتغال موجب ایجاد شائبه حتی در میان اقتصاددانهای حامی دولت شده است. سعید لیلاز عضو مرکزیت حزب کارگزاران ضمن یادداشتی در روزنامه دولتی ایران اذعان کرد در شرایط فعلی قطعا نرخ بیکاری در کشور تک رقمی نیست و احتمالاً 16 تا 20% باشد. خب دیگه موشکاف چی بگه آخه؟ میبینی که حتی کیهان ولایت هم حرفشو از زبون همباندیای خود شیخ پری میزنه. دیگه کار از فضیحت و فضاحت و این حرفا گذشته. شیخ پری نگو، سیبل باندای درون نظام بگو. هر کی از راه میرسه یه مشتی حواله فک رئیس جمهور نظامش میکنه. از بین همه توگوشی‌ها فقط مقایسه با انتری رو کم داشت که اونم به وسیله یکی دیگه از ورق پاره های باند ولایت تکمیل شد. آمارسازی ها تکرار می شود. رئیس جمهور بار دیگر در رسانه ملی حاضر شد و با مردم سخن گفت، اما این اظهارات رنگ و بوی اظهارات متناقض دولت دهم را به همراه داشت و گویا همان چیزی که دولت 11 از آن می ترسید بر سرش آمد و آمارهای این دولت نیز غیر قابل باور شد. اگه موشکافم چیزی نگه، قیافه شیخ پری و وضعیت زار و نزارش به اندازه کافی گویای همه چیز هست. این خالی بندی های حسن فرفره و این پس کردنی هایی که از چپ و راست براش صرف میشه نشون دهنده اینه که هوا واقعا پسه و گاو حسن نه شیر اعتدال داره نه کشک نجات. هرچی هست زهر سرنگونیه که داره تو جون حسن و باقی شرکا جل جل میکنه. Chicago.